امروز 21 январ هر نفر از همین روز 3 روز اگر برای ماه شریف رمضان بلیت میخره از طرف تاجیکستان که پروازش از سمرقند است، نرخ را میگم چقدر ارزان است. یک ماه شریف رمضان با تمام خوراک چی میگن گسنیس‌های نزدیکش 19000 سومانی، 15 روز اولش 14000 سومانی و 15 روز اخیر رمضان 16000 سومانی با خورد و خوراک گسنیسه در بری مسجد جین است. کدام مسجد جین میدونید این از کجا است؟ از طرف تاجیکستان پرواز میکنه ای سمرقند. با هم خاطر زنگ بزنه کدام هم 3 روز اول میگیره برای که یک پاکت گرفتگان آکادمی به قریبی ماه شریف رمضان میگیره و قیمت میشه با هم خاطر حاضر با خوراک با تمام صنعتش. خوب ای شرکت زمزم زنگ بزنه در رقم روی اکران. بعد برادر عزیز اگر که بگه که ماه شریف رمضان کی سر میشه 17 18 فوریه است و هم خاطر حاضر گرفتن در کار. آکادمی میخواد که ای روسیه بروه 15 روز اول $1350 15 روز اخیری رمضان $1600 و یک ماه پرش $1750. نه که ایراسیه رفته شخصای ایراسیه پرواز میکنن شهروندی تاجیکستان ایراسیه فرق ندارد همش بخراکن همو گس نیست اما بخراکن و هم خودی زنگ بزنه ایمین بابا جان سلام گه شرکت زمزم در خدمت شما ای طرفی تاجیکستان و ای طرفی روسیه. السلام علیکم و رحمت الله. التماس لایک و کامنت رو تا به خاطر ماه شریف رمضان به خاطر حاجیایی که میروند در حق غریبا و مهاجرا و تاجیکستان خدمت دعا میکنن لایک کامنت خوبتون رو بمونید. السلام علیکم بخیل نشه. رمضان ماهی بخشش است. رمضان ماهی برکت و نصرت. الله مسلمانان را دنیا را و تاجیکستان عزیز خودمان نگهبان. السلام علیکم.